چطوری؟ امروز اومدیم چی کار کنیم؟ امروز اومدیم ویدیوهایی با هم ببینیم که 100% احساس خیلی بدی بهتون میدن. من این ویدیو رو ندیدم، یکی از دوستان برام فرستاده که خلاصه اسپویلر نشد یعنی دیگه پس یه قطعی بهم هم ببینش. حاجی انگار ریده تو خودش واقعا. یکی داره در میزنه. وای حاجی، من یکی تو همچین شرطی قرار بگیرم درصد فرار میکنم. بدبخت راه فرارم حتی نداره. خب به یکی زنگ بزن. خره. وای حاجی داره وا شد. وای حاجی نه. این چیه؟ راپلتوره. زیر زمینه. اینجا که بله همچی عادی بوده. وای الان مطمئنم قرار خیلی بترسیم. وای حاجی نه. فهمیدی چی شده؟ وای نه. اونایی که فهمیدم میگم، اونایی که نفهمیدم میگم. این مثل این که چیز شده بود، صدای در میشنیده، بعد یهو رفته دیده هیچ نیست و اینا، بعد تو راه لابله که داشت میومد بالا یهو اومد پایین دید که اونم داره تکون می‌خوره، ولی واقعا وحشتناکه. نه دست کشه بکرم این شبیه کاغذ بود. وای نه وای، من واقعا این فوبیا دارم. اینا فکر کنم یوتیوبرن که اکثرا میرن میگردن دنبال چرت و پرت، ولی احتمالا توی ویدیومون ما هم بریم بگردیم دنبال، حالا مثلا یه خونه مخروبه بریم یه جایی پیدا کنیم که واقعا داستان داشته باشه. چه خبره؟ دارم میرم. این دوربینه دوربین مدار بسته مثل این کار گذاشتم. بعد این چیه؟ وای نه. وای تکون خورد کفشش. نه وای. یهو کفشش تکون میخوره، خیلی وحشتناکه. بعد پا شد ریده تو خودش حاجی. مثلا که یه چیزی تو تصویر آره دیگه واقعا بودش دیگه، تکون خورد کفشه، ولی یه چیزی هم تو تصویر قشنگ برق زد. ساختگی هم نه، ساختگی نمیخورد باشه. حاجی این چیه؟ کلیسا مثلا داره کلیسا. دم کلیسا هست. بچه هست. نه وای خودشون هم این همونست که نمیدونن چیه.
جاده دارن میرن یکیو خب شاید آدم بوده باشه واقعا. سر نه این آدم نبود، به خاطر اینکه نشون میده. ساعت چنده؟ ساعت تقریبا 5-6 بود. چه خبره؟ شب فکر کنم، صبح فکر کنم 5-6 صبح. وای نه در رو وانن کنه یه چیزی بپره تو صورتش. من کلا همینطوریش مثلا بعضی وقتا که بچه بودم مثلا میترسیدم توی جایی میرفتم مثلا میترسیدم همون لحظه فرار میکردم، یعنی اصلا وای نمیستادم. ولی اینا که اصلا دلشو دارن میرن توش واقعا خیلی خیلی جرأت دارن که میرن. خب ویدیو امروزم به پایان رسید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره و یه کامنت خفن رو برامون بذارید. ویدیومون رو بفرستید دیگه، برای خودتون بفرستید، واسه دوستاتون بفرستید و